قاعده 199 چی است؟ این میگه که علامات دوستی با کافرها را بفهمیم. کدام علامات است که اگر این ما داشته باشیم بازی دوستی با کفار نشان میده و ضد تبرع هست. اول تشبیه به کافران است در لباس، سخن، عادات، عبادات، اخلاق، افکار و خصوصیت هایشان. اگر کس خودم مشابه با کفار میسازه این علامت دوستی کفار است. لباس خودم مثل لباس کفار میسازه، استایل خود از کفار میگیره، سر خود میره در سلمانی، در سلمانی سعی کنی که عکس 20 دانه کافر هم اونجا نصب کردن. بازی بچه جوان میگه خب کلیت مثل از این کافر بسازم، از این کافر بسازم، از این کافر بسازم. بازی صاحب از بین 20 کافر یک کافر رو چی میکنه؟ اختیار میکنه. لباس های کفری هست، استایل ها هست کافرها برشان میاره، سخن های کفری هست، حتی گپ زدن و کفار با مسلم کفار گپ زدن، عبادات کافرها هست، صلیب پوشیدن، صلیب اویزان کردن، اخلاق کفار. کافرها میگن که هیچ مرز نیست، هر کس به لباسی هم اخلاق است. یعنی اگر اخلاق از اونا رو گرفتی چی است؟ به حجابی رو اونا اخلاق میدانن. اینی مشابهت با از اینا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من تشبه بقوم فهو منهم. ایرا ابو داود روایت میکنه از عبدالله ابن عمر، میگه رسول الله هم گفت که من تشبه بقوم فهو منهم. و شیخ ناصرالدین البانی این میگه که این چی است؟ در الارواء میگه که حدیث صحیح است. پس یکی از علامات دوستی با کفار چی است؟ تشابه در لباس و در سخن گفتن و در شیری خود با شیری از اونها مشابه ساختن است. ریشکلی هم دمی داخل میشه، چون کافرها اکثر ریشکلی خوش دارن. این هم از علامات همی است، کسایی که ریشا را کل میکنن یا ریش خدا به استایل از اونها جور میکنن. دوم اقامت در بلاد کافران، این هم علامت دوستی کفار است. کجا میری زندگی میکنی؟ مثلا خوش دارم در اروپا زندگی کنم، در امریکا زندگی کنم، در بلاد کفر زندگی میکنه. ان الذين، در جایی که حاکمیت طاغوت باشه اینجا زندگی میکنه. این در حقیقت این امو علامت دوستیش با کفار است. ان الله میگه ان الذين توفاهم الملائکه، یقینا کسانی که اونا را میمیرانه ملائکه، یعنی روحشان قبض میکنه به امر الله، ظالمی انفسهم، که اشخاص سر خود ظلم کردن. قالوا فیما کنتم، میگه شما در کجا بودین؟ قالوا میگوین کننا مستضعفین فی الارض، ما بسیار ضعیف بودیم در زمین، هیچ جای رفتن نمیتونستیم. قالوا ملائکه برشان میگه الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین الله واسع نبود؟ فتهاجروا فیها، پس شما هجرت میکنید او. فاولئک مأواهم جهنم، اینی مردم میگه مأوایشان چی است؟ آتش دوزخ است. و ساعت مسیر، بسیار جای بد است که الله ما و شما را از حفظ بکنه. سوم همکاری و نصرت با کفار بر مسلمانان و صفت نبودن آنان. بسیاری کساست که همراه کافرها همکاری میکنن، نصرت میکنن و با صفت از اونها را میکنن. او برادری امریکایی ها که از بهترین مردم هستند یا بهترین شخصیت ها هستند یا بسیار چیز هستند، کفار قد توصیف میکنن که او را صاحب دیگه که سهلشان کنی نصرت و همکاری میکنن و صفتشان میکنن. چهارمی علامتش کمک گرفتن از کافران و دادن اسرار مسلمانا با اونا و گرفتن مشاور و همکار از اونا. الله میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ای مؤمنا شما نگیرین. بطانه چی را میگن؟ امو گروپی که او برش مشوره میته و همراهش همکار میباشه و امو خیل و دستش میباشه که کتازی چی میکنه؟ میگه از کافرها یارا نگیرین. لا یعلونکم خبالا، اینا که هستن در حق شما هیچ کوتاهی نمیکنن. ودوا ما عنتم، آرزوی رنج شما را میکند. قد بدت البغضاء من افواههم، همین دشمنی از زبانهایشان میبینن بلند صراحتا میگه. و ما تخفی صدورهم اکبر، اما آنچه که قلبایشان میگه از یام کرده سخت‌تر است. پس شما باید از اونا کافره باید یار و یاور و همکار و مشاورت نگیریم. پنجم تاریخ گرفتن به تاریخ کفار، که ما مثلا تاریخی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اجماع کردن تاریخ هجری قمری هست. اینا رو کسایی که تاریخ‌های کفری را میگیرن، این هم در جمله چی میشه؟ دوستی و محبت کفار داخل میشه. ششم شرکت کردن در عیدها و همکاری در اقامه آن. الله میگه والذین لا یشهدون الزور، کسایی که در عیدهای
مشرکین و کفار مثل عید مجوسی ها اشتراک میکنن، این علامت دوستی با مجوسی ها هست، مثل عید نوروز یا عید کریسمس، عید نصرانی ها که تازیه اشتراک میکنن، یا عیدایی که مثلا یهودی ها دارن که تازیه اشتراک میکنن. این ای است الله میگه که والذین کسانی که لا یشهدون الزور، در مجالس از اینا حاضر نمیشن. هفتم قسمش مدح و ثناگویی کفار است. بسیار کسا هستن که بعضی کافرها را بسیار مدح میکنن و توصیف میکنن که یا تمدن دارن، که یا اخلاق دارن، که یا مهارت دارن، که یا ای دارن، در حالی که سیلشان کنی بغیر از اینکه وحشت دارن دیگه هیچ چیز دیگه ندارن، لکنی چون قلبا امرای از اونا محبت داره، دوستی داره، بازی را توصیف میکنن. نام نهادن با نامهای کافرا، بسیاری کساست نامهای کافرا را سر اولادای خود میمانن، نامهای اون دو را میمانن، گیتا و سیتا نام دخترای خود میمانن، سورج و چندا میمانن نام بچهای خود. این علامات محبت با کافرا هست. اینی است. دیگه مثلا نامهای یهودیا را میمانن، نامهای نصرانیا را میمانن، نام خدا جورج میمانه و کلان پاول میمانه و این گپا. بسیاری کسا رو ببین خودش میگه من مسلمان هستم، نامهای کافر و بت پرست دنیا را میمانن. نهم مغفرت خواستن و دعا کردن برشان. برای کافر ما حق نداریم که دعا بکنیم، کافر و مشرکی که ایده کفر شرک خود مرده. یا کسی میگه کاش که خدا ابو جهل ببخشه، شیطان ببخشه، العیاذ بالله، دشمن الله و رسولش است، تو باز بر ازو میخیزی بعد از مردنش اگر در زندگیش برش دعا میکنی که هدایت شوه. یکی طلب هدایت است، دعای هدایت است، یکی دعای مغفرت. دعای هدایت برای زنده کافر خوب است، اما دعای مغفرت برای مرده کافر این ناروا هست، بر زنده و مردهش. دهم محبت کفار و تعظیم نمودن آنان و نصرتشان برای جنگ با مؤمنان. کسی که نصرت از اینا را میکنه در حقیقت موالات کفار کرده، دوستی کفار کرده، امرای از اینا محبت میکنه، اینا را تعظیم میکنه و در جنگ امرایشان همکاری میکنن که بخیزین ما در پالیتان هستیم به ضد مسلمان ها کار بکنین. 11 آوردن قوانین کفری و جاگزین نمودن آن به عوض شریعت اسلامی. کسایی که میگه ما قانون اروپا و امریکا و قانون شرق و غرب میاریم به عوض شریعت، این در حقیقت دوست کفار حساب میشه در روز قیامت. 12 شک انداختن در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و طعن و بدگویی کردن به صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، مستدرک حاکم، مسند احمد ابن حنبل، موطأ مالک ابن انس و غیره. این دیا که بدگویی میکنه ای از علامات مودت و دوستی کافرها هست. 13 دعوت نمودن به جاهلیت قدیم. مثلا دعوت کردن به جاهلیت قدیم، مثلا میگه ما به تورانیت دعوت میکنیم، ترکا میگفتن ما تورانی هستیم، فارسی زبان ها به فارسی، عرب ها بر عرب جاهلیت دعوت میکنن، میگه بس حزب ما بس است، ما میخوایم به معصر جاهلیت بگردیم. دیگه مثلا پشتون ها به قوم پرستی، پشتون، تاجیک ها به ازبک به قوم پرستی ازبک، اینی دعوت های جاهلیت است.